یا قرآن خودش یک اسمی هست، از ریشه قرعه گرفته شده، قرعه یقرأ، و این با خودش چندین معنا را با خودش میگیره. یکی از معانی قرآن به معنای خواندن و تلاوت کردن. قرعه در زبان عربی به معنای قرعه به معنای خواند یا خواندن. وقتی که ما میگیم قرأ الکتاب، خواند کتاب را. و یکی از اسمای قرآن عظیم الشان که قرآن به گفته شده کتابی که خوانده می شود و تلاوت می شود. دوم به معنای جمع کردن، به معنای جمع کردن، و در اصل خود جمع کردن و خود قرأ معنای دومیش به معنای پیوند دادن، وصل کردن، یک جز، یک بخش با بخش بعدیش. یعنی معنای دومی قرأ به این معنی که جمع کردن، پیوند دادن، یک مجموعه، یک جزء، یک بخش با جزء بعدیش با هم پیوند دادن و همچنان وصل کردن. سیوم از معانی قرآن اظهار کردن و بیان کردن. از چی گرفته شدن؟ به منابع اشاره میشه که او رو میگن قرأ، قاف ر همزه، ولکن قاف حرف قاف فتحه داره یا زبر داره، ر ساکن هست. قرأ به معنای آشکار ساختن، به معنای اشاره کردن، نشان دادن، به یک چیز را به حقیقت رساندن. از لحاظ لغوی وقتی که ما در ریشه اصلی از قرآن میاییم، قرأ به معنای خواندن، قرأ به معنای پیوند کردن و جمع کردن، و همچنان قرأ قاف ر همزه، همزه چکه که بدون الف هستن، به معنای آشکار ساختن، ویدا ساختن، ویدا کردن، به حقیقت انداخت، به حقیقت رسیدن، یک چیز را به حقیقت رسانیدن. این اون معانی خود لغوی هست در قرآن عظیم الشان. و یکی چرا قرآن نامیده شده؟ به او خاطر که پیشتر خدمتتان عرض کردم که یک آیت، یک بخش با بخش بعدیش به او چه میشه؟ به او وصل میشه و یک تلاوت صورت میگیره. پس به او خاطر قرآن است. نقطه دومی که چرا ما پیشتر گفتیم که یک چیز را آشکار ساختن، اظهار کردن، روشن ساختن. پس قرآن وقتی که از قرأ گرفته شده، آشکار ساختن، هویدا ساختن، روشن ساختن، با خودش داره در حدود 5-6 اصل. خود قرآن عظیم الشان مجموعی از عقاید، اخلاق، احکام و داستانهای پیشینیان و همچنان از نشانی ها و علائم ما بعد این دنیای اخروی که به دنیای، از این دنیای فعلی به دنیای اخروی دیگر وصل می سازند. و همچنان قرآن عظیم الشان زیربنای عقاید، زیربنای دین مبین اسلام، زیربنای توحید که به اساسات از او با خودش توحید، احکام و فضائل در یک محور کلی بچرخاند. و خلاصه ای که قرآن زیربنای توحید و زیربنای عقیده و توحید یک جامعه است. و قرآن عظیم الشان، نام قرآن توقیفی به این دلیل است که قرآن به دفعات مختلف نظر به اساسات و نظر به لزوم دید و نظر به حادثه و حوادثی که رخ میداد بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میگردید تا پاسخگوی حوادث امروز زمان در عصر خودش و همچنان برملا شدن آینده ها را هم در قرآن عظیم الشان ما پیدا میکنیم. این هممو معانی که
از لحاظ لغوی و معانی قرآن عظیم شان و من حیث اهداف کلی که با خودش قرآن عظیم شان خدا به او در بر میگیره. قرآن خودش مصدر هست و از اسم خود قرآن یعنی یک اسم مصدر است که از او اشتقاق شده. خلاصه کلام قرآن یک کتاب آسمانی، کتابی که از جانب پروردگار به دفعات نازل گردیده و به خاطر سعادت بشریت و به اساسات یک ساختار یک جامعه اسلامی و انسانی و پرتراوت بشری. نقطه سیوم، قرآن هم نور هست و هم دستور. یهدی الله لنوره من یشاء. القرآن هو النور و الدستور به نعلو و نسمو. قرآن اون نور هست و دستور، با او ما میریم به طرف بلندی و ما میسازه ما را با ما میدهد یک هویت کاملا روشن. پس قرآن عظیم شان هم نور هست و هم دستور و هم نقطه اوج یک شخصیت مسلمان، یک شخصیت انسانی یک مسلمان که او را با خودش به بلندی ها و به عروج میرساند. پس قرآن عظیم شان القرآن هو النور و الدستور به نعلو و نسم. این هم شعاری است که ما شما در معانی قرآن با خود ما شما چه میکنیم پیدا میکنیم. فواید که ما در قرآن عظیم شان وقتی که ما میگیم که القرآن هو نور و دستور به نعلو و نسمو، قرآن کتاب هست نور و هدایت، پس ما در اینجا ما پیدا میکنیم که قرآن واقعا نوری هست که با دو نور، با دو منبع انسانیت به اوجش میرسانه و همچنان بشریت از فلاکت، از ظلمت و از منجلاب زندگی، بدبختی های زندگی میرهانه و میکشانش به طرف چی؟ به طرف سعادت و سعادتمندی. پس قرآن عظیم شان کتابی هست که انسان به نقطه سعادت میرسانه و همچنان انسان به شایستگی اخلاقی، توحید و عقیده و باورهای خودش مستحکم میسازه. قسمی که الله عز و جل میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بدون شک به شما از جانب پروردگار نور، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. هم نور شد و هم یک کتاب مستحکم، کتاب آشکار. قسمی که پیشتر هم گفتیم که یکی از معانی قرآن آشکار ساختن، مبین. وقتی که ما در اینجا میبینیم که در من حیث مقدمی و معرفت و معرفی شدن با قرآن، اگر تنها و تنها در نمی آیت ما یک مکس داشته باشیم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که بدون شک از جانب پروردگار در حقیقت از الله عز و جل قد جاءکم آمد برای شما از جانب پروردگار نور و کتاب مبین. یکی نور شده، یکی هم کتاب مبین، کتاب آشکار. در اینجا ما وقتی که نور میبینیم و کتاب مبین میبینیم، به مثابه دو منبع یا دو مظهر هدایت است که او عبارت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. و قسمی که مفسرین و بعضی از اکثریت مفسرین میگن که ما داریم دو نوع نور در این آیت، یکی نور و یکی هم کتاب مبین. ما داریم در اینجا دو نوع نور، یکی نور مجسم، یکی هم نور متکلم. وقتی که ما در محتوای کلی قرآن عظیم شان صحبت میکنیم و هر صفحه از قرآن یا مصحف شریف ما باز میکنیم، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی که آغازگر یک آیت میشیم، ما در اینجا دو نور با خود ما میبینیم، یکی نور مجسم و دیگه هم نور متکلم. نور مجسم یا نوری که جسم داشته باشد، هدف اون که عبارت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. چرا؟ به دلیل از اینکه قرآن عظیم شان بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل گردید. نور مجسم، نوری که الله عز و جل او را به حبیب خودش و اون نوری که پروردگار انتخاب کرده به خاطر خارج ساختن بشریت از ظلمات و تاریکی های دنیوی به طرف روشنایی، ابلاغ امر به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس نور مجسم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خود قرآن عظیمشان نور متکلم، نوری که با خود صحبت میکنه. اون نوری که پروردگار به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده به حیث نور مجسم بالای از اون نازل گردیده و او من حیث امانتدار اموه الهی که به مثل قرآن برای ما شما آموختانده و تکمیل کرده و بالایش تکمیل گردیده از جانب الله عز و جل. پس وقتی که ما قرآن عظیمشان رو باز میکنیم یا در نماز تلاوت میکنیم یا قرائت میکنیم، اونمون نوری هست که قرآن با تو صحبت میکنه، به مسابقه یک زیربنای عقیده، به مسابقه یک زیربنای توحید. اما رقمی که پیشتر خدمتتان عرض کردم که با خودش قرآن عظیم شان در یک جهان بینی کلی به اساس زیربنای عقیده با خودش توحید، احکام و همچنان فضائل بیان میکنه. نور متکلم قرآن. پس وقتی که این دو با هم یک جای میشه، جهان تاریک چی میسازه؟ جهان تاریک روشن میسازه. وقتی که این دو نور مجسم و نور متکلم با همدیگرشان یک جای میشه و ما شما عقیده به این داریم که قرآن عظیمشان کلام الهی نازل شده بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اوامر الله عز و جل، و وقتی که ما میریم به طرف قرآن و وقتی که ما میبینیم قرآن به ما احکام یاد میده، به ما فضائل می آموزانه، توسط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس یکی نور متکلم و دیگه هم نور مجسم. پس ایمان ما شما به الله، با رسولش، با کتابی که کتاب‌های آسمانی که از جانب الله بالای پیغمبران نازل شده و همچنان قرآن یا نور متکلم، وقتی که در هر آیت از او، در هر صفحه از او قرآن عظیمشان، در هر حرفی از او قرآن عظیمشان، هر دروازه‌ای که بسته باشه کلیدش قرآن است. هر ناامیدی که امید خود از دست داده باشه، وقتی که یک مسلمان مومن قرآن تلاوت میکنه و وقتی که به این آیت میرسه که ولا تقنطوا من رحمت الله و ناامید مشو از رحمت پروردگار، و وقتی که پروردگار میگه که انا تواب، انا غفور، رحیم، رحمان، پس تمامی مشکلات را که اگر یک شخص مومن مسلمان دروازی را مقابل خودش بسته میبینه، وقتی که با چنین آیاتی به نور متکلم سر میخوره و امرش او را میفهمانه، به اصطلاح دریچه های بستی که پیش رویش او احساس میکنه برش باز میشه. مشروط به چی؟ مشروط به اینکه او به او ایمان کامل داشته باشه و به او مطمئن باشه که کلام پروردگار هست. وقتی که با هر اسم از اسمای پروردگار چی صفتی و چی کمالی و چی ذاتیش باشه، وقتی که خود در این آیات قرار میده و دعا میکنه، پس کلید هر رهگشای هر مشکلش چی هست؟ قرآن شد. اونو نوری را که پروردگار نازل گردانیده به خاطر هدایت، به خاطر سعادت، به خاطر امیدواری، به خاطر آماده شدن در این دنیا و در اون دنیا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بین امیدواری به هر دو دنیا. ما هم این دنیا را پروردگار برای ما دادن، برای یک مسلمانی که در این سعی و تب و تلاش بکنه، و در دنیای اخروی هم باید ما به او آماده باشیم. پس یک مؤمن مسلمان با تلاوت قرآن عظیم‌الشان، وقتی که ما عنوان میگذاریم و میگیم که القرآن هو النور و دستور به نعلو و نسمو، قرآن اون نور هست و اون دستور، با واسطه از او ما به نقاط شامخ زندگی میرسیم. و اون نور که پروردگار به ما گفته که یهدی الله لنوره من یشاء، پس هدایت میکند پروردگار به نور او، به نور خودش، من یشاء، کسی را که خواسته باشد. کی هست او؟ کسایی که ایمان، تصدیق، باور، صبر، اخلاص، 5 عنصر اساسی را در عقیده و توحید خودش با خودش داشته باشه و مثابه یک مؤمن مسلمان. پس قرآن عظیم‌الشان کتاب آموزنده، دستور، نور الهی و من حیث یک نور متکلم با تو صحبت میکنه و با تو راهنمایی میکنه و انسان گمراه را از ظلمات رهایی میبخشه و همچنان آماده میسازش که به دنیای اخروی خودش آمادگی خودش هم داشته باشه. اما قولی یکی متاسفانه نامش ما فراموش کردیم که میگه در محتوای قرآن نشان چه خورشیدی که از افق از ازل، چه خورشیدی که از افق ازل طلوع کرد، دل مومن بدان گرم هست و دیدهش بدان روشن. پس به این اساس وقتی که او خورشید، او آفتابی که از افق از ازل و افق ازل به نازل گردیده، طلوع کرده، وقتی که یک مومن هر قدر به او با خواندنش، با تلاوتش دلبستگی پیدا گرم میشه و چشمایش هم به او روشن، چون خود در حالم پیدا میکنه و در آینده هم به او خودش چی میسازه؟ عیار میسازه. قرآن عظیم‌الشان از فضائلش قسمی که الله عز و جل در یکی از آیات قرآن عظیم‌الشان میفرماید بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمه. پروردگار میگه ما نازل کردیم، فرو فرستادیم بالای تو ای محمد صلی الله علیه و سلم کتاب را تبیانا لکل شیء، همه چیز روشن آشکار، امو معظم، امو قرآن آشکارا روشنگر کننده هر چیز، و خدا و رحمه، هم هدایت دهنده و هم ممدو و شایان از رحمت پروردگار. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما نازل کردیم بالای تو کتاب را تبیانا، تا روشنگر، آشکار کننده، ظاهر کننده همه چیز و هر لکل شیء، به همه چیز باشه، چی در دنیای درونی، چی هم در دنیای ظاهری، چی هم معنوی، چی هم مادی، چی عقیده، توحید، احکام، فضائل. پس احکام را که ما میگیریم تبیانا لکل شیء، همه چیز حلال معلوم و حرام هم معلوم آشکار، حوزه حلال معلوم، حوزه حرام معلوم آشکار. اوامر، نواهی، این کار بکن بر جنت داخل میشید، از این کار خود به دور بساز تا سبب عذاب و از عذاب آخر جهنم یا عذاب الهی در آخرت نجات پیدا بکن. و همچنان هدایت دهنده، هدایتی که از جانب پروردگار صورت میگیره، و رحمتن، و همچنان رحمت. پس 3 اصطلاح یا 3 نامی ده که در اینجا پروردگار در قرآن عظیم‌الشان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که این کتاب هم تبیان است، هم هدایت است و هم رحمت. پس در اینجا یک زیربنای جامعه کلی بشری، یک جامعه اسلامی رو میگیره، هم احکام داره با خودش، هم راهنمایی داره و هم رحمت. در زیر سایه قرآن و دستور قرآن ما میتونیم خدا پیدا بکنیم به مثابه یک مؤمن مسلمانی که چی ها را باید با خود کرد
چیها را باید با او پیش برد و همچنان از چیزهایی باید از او باید به دور باشیم. قسمی که الله عز و جل در آیت بعد در یکی از آیات دیگه میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بدون شک اینجا ان ذکر شده در آغاز جمله ان هذا القرآن، این او قرآنی هست که هدایت میکنه و للتی هی اقوم، با آنانی که استوارتر، مستحکمتر، با پایدارتر هستن هدایتش میکنه. آنانی که در راه پروردگار استقامت داشته باشند، آنانی که در راه پروردگار ایمانشان راسخ باشد، قدمانشان متین باشد. قسمی که فاستقم کما امرت، استقامت داشت در مقابل مشکلات زندگی، قسمی که پروردگار به تو امر کرده. پس در راستای دین، در راستای توحید و عقیده، یک مؤمن مسلمان باید چی باشه؟ مستحکم باشه و استوار باشه تا مورد هدایت قرار بگیره. چون زندگی انسانی، این دنیای ما و شما امتحان است و آزمایش است و همچنان راهنمایی هست به آخرت که دنیا مزرعه الاخره و تمام از این ما در آینه بسیار شفاف قرآنی پیدا میکنه. و بالاخره نقطه اخیر من حیث مقدمه این جلسه اولی ما قرآن دیمشان با ما میفهمانه که ای انسان متوجه باشه که تو جاینشین هستی در روی زمین. یکی بعد از تو، یکی امروز ما هستیم، فردا بعد از ما کسی دیگه می آید. از ما در زمان ما بیشتر از ما کسان دیگه بودن و قرآن به ما میفهمانه که جاینشینی هم دیگر هستیم. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. تمام از این دستوراتی هست که پروردگار الله عز و جل در قرآن عظیمشان ذکر کرده و ما شما با او ایمان داریم و باید مفاهیم کلی قرآن عظیمشان از خود قرآن در سایه قرآن باید ما چی بگذاریم، با او باید ما فرا بگیریم و خود با او عیار بسازیم و باید داشته باشیم که قرآن عظیمشان سبب نجات و راه سعادت در وحدت و اون نور و دستوری که ما با واسطه از ما با هم پیوست میشیم. قرآن عظیمشان است که قرآن است که به بشریت درس سعادتمندی نمیده و او قرآنی است که به تدبر ضرورت داره و او قرآنی که ما تدبیر تنها نه تنها در یک بخش بلکه تدبر در قرآن از لحاظ معانی، از لحاظ لغوی، از لحاظ جملات و آیات قرآن عظیمشان و احکام. اینی هم مقدمه بر امشب ما با خاطر آغاز جلسه و کاروان قرآنی ما. امشب ما فقط خواستم در راستای یک مقدمه در رابطه به محل و مقدمه که ما بخیر در جلسات بعدی از ترجمه و آیات قرآن میگیریم و میبسنده میکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.